کانال پامیر دیلی نیوز که رویدادهای ولایت مختار کوهستان بدخشان را پیگیری میکند اخیراً با تکیه به چندین منبع آگاه از ماموریت ولایت خبر داد که پارک شهر خوروغ که به بنیاد آقاخان تعلق داشت به فایده دولت مصادره کردند. این نشریه تفصیلات دیگر نداده است. مقامات تاجیکستان و ولایت مختار کوهستان بدخشان و همچنین ساختارهای آقاخان در این باره رسما اظهار نظر نکردند، ولی با گذشت 2 روز از نشر خبر دولتی شدن پارک آقاخان کسی از مقامات آن را رسما رد هم نکرده است. خبری از بنیاد رشد آقاخان گرفتن پارک خوروغ در حال نشر می شود که بنا به اطلاع دریافته بعد سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختارهای مربوط به رهبر روحانی اسماعیلیان جهان در تاجیکستان تحت فشار سخت مقامات قرار گرفتند و بسیاری ها ترس دارند که به آنها نیز خطر دولتی کردن تهدید میکند. باغ واقع در مرکز شهر خوروغ مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان انو سال 2003 در دوره رئیس این ولایت بودن علی محمد نیازمحمدوف به اختیار بنیاد رشد آقاخان داده شد. ماه اکتبر سال 2009 بنیاد آقاخان رسما گشایش این باغ را در پی تجدید و بازسازی و تبدیل آن به یک پارک معاصر برگزار گردید. بنیاد آقاخان همان وقت گفته بود که برای بازسازی پارک خوروغ بیش از 4 میلیون دلار صرف کرده است، ولی آنها کوشش کردند که تا ضمن بازسازی ویژگی‌های اقلیم و لندشافت این منطقه کوهستان را حفظ کنند. طرح پارک و ویژگی‌های اقلیم و لندشافت این منطقه و همچنین از نیازمندی ساکنان به یک باغ جمعیتی منشأ میگیرد که مردم بتواند در سایه آن پناه برد و به طور ایجادی تجدید کردن محیط آن سنگ و آب و گلها و درختان باغ بود. پارک خوروغ با قهوه‌خانه و چایخانه و تئاتر در زیر آسمان کشاد و با حفظ خود به یک پارک تکمیل شده تبدیل داده شد که برای تمام ساکنان شهر پیش بینی شده است. گفته می شود در معرفنامه این پارک در سامانه بنیاد رشد آقاخان در پایان ماه ایول نشریه انگلیسی زبانی Euro-Asian Net.org که مسائل اورو-آسیا از جمله تحولات آسیای مرکزی را پیگیری میکند در یک مطلب مفصل درباره در تاجیکستان تحت فشار قرار گرفتن مؤسسه‌های مربوط به رهبر روحانی اسماعیلی‌های جهان شاهزاده کریم آقاخان چهارم خبر داده نوشت این فشارها در پی تعقیبات ضد پیروان آقاخان در پامیر صورت میگیرد. در مطلب از جمله گفته می شود که شرکت مخابراتی اتصال و بانک یکم خرد مالیوی تحت تفتیش‌های ناگهانی مقامات تاجیکستان قرار گرفتند و نگرانی وجود دارد که این ساختارهای تجارتی و دیگر مؤسسه‌های آقاخان در تاجیکستان زیر خطر دولتی شدن قرار گرفتند. چند پیش خبر آمده بود که وزارت معارف میتواند لیسه آقاخان را هم در خوروغ ببندد، ولی بنا به آخرین اطلاع پامیر دیلی نیوز بعد سر و صدا پیدا کردنش مسئله بستن لیسه را به مدت نامعلوم به تأخیر گذاشتند. شاهزاده کریم آقاخان چهارم 85 سال دارد و از سال 1957 اینک 65 سال باز رهبر روحانی اسماعیلیان جهان به شمار می رود. اکثر ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز پیرو مذهب اسماعیلی بوده آقاخان را پیشوای مذهب خود می شمارند.